کس که در اطراف قدر دغم شنیه کس دبین چه دیگه قدر دلش مست دیگه بلده پارم شد دیگه بلده مردم باش که میگه پلیس هم ما نیستم بلده همه درود فراوان بر تک تکشین بیننده های عزیز امید پیچور صحت من باشین در هر جایی که هستین خوشحال باشین از داخل خوش آمدین در امروز نه برنامه از ما که برنامه از ما هم دوستان خوردم در برو بعد از ساعت 3-4 به بعد بیلم شک درگه خواست که نی برو برشنی دیگه هم درد دل داشتم قدش مکنم که دمی روزا مت بگیره مترفان بگیره که نگه مهاجرا را خیلی به سختی اینجا دیگه راه مورن بچارگو بیشتری هایش هم که بیشترین مردمش مدرک نداره دیگه امشب بچم کارشونم ساتای چند بود ساتای 3 بود دیگه از امشب ساتای 3 بود که بچم کارشون مسخوا باش داد بچه کتم دیگه نه دستان جانم داد دیگه مامان باش که میگه پلیس هم ده از وقتی ما چیز میگه ما میگه خاکی قیتای شاوس کاره از اینجا دوباره از وقتی چیم پس خواو کندم که ما میگه یال شاو متازه خواو رفته در دل میگه کم شد پلیس شاو هم یالی از وقتی یک دفعه یاد ماما که خیابان سر سعید اونجا ساعت 2 شاو رفته در ما در دل خاک درم سا یال کتا شاو هم در بلیز مدگه از اونجا بالشتم یک دفعه دیدک دو میسو پس دوباره هم دوم سلنم که بچم رفت در اتاق از پنجره سیل کنه باز ماست پشت رفت ما سکارش ده دیگه راست نی پلیس هم ده ما میگم گوکس داری زنگ زد دیگه از وقت رفتم میگم چیز کارش ده که پلیس هم ده میگه که مامان بر خواو که یال میگه ساعت 3 بجه شاو پلیس خواو یالی ما یک خواو بد دیدم فکر کدوم پلیس هم ده دیگه من تو بیدار کردم ما میگم از اونجا تو خونجگر شدم که تا یک گلم دیر خواوش نرفتم تقریبا 1 ساعت دیگر ما خواو نرفتم دیگه اینجا ایرسش قارش ده ما میگم مال می وقت بیدار کردو بشو تو ما بیدار کردی که پلیس هم ده بختا ما خود ما نفهمیدم مستقیم اما اینطور بودیم که بیداش پلیس هم ده دیگه ما اصلا خود ما یک خود دیدم که پلیس هم داد مستقیم ده خانه زمو دیگه میرقم خیلی روزای سخته دیگه خیلی دوستان ترس میخوره باشه رزم که من مدی جان من کورشون میقدر ترس میخوره ولی من اصلا میشاو نمیدونم که چه سال خود داد دیگه پلیس رو خود داد دیگه کم داد خانه دیگه شما دعا کن که همه مسلمان هم زنده نجات پیدا کنه از برن دیگه هم دی بگیر و هم دی آرشاو که در خانه مردم مرا چخچق نه روز مرا چخچق نه اولادای مردم را میتونه تفنه شما دعا کن که همیا به حق 12 ایمان که همیا برن هم زنده نجات پیدا کنن دیگه قدر همین سخته قدر بلده مردم سخته قدر دمی روزا میتر مردم ها دیگه می تشویش دیگه کسایی که مدرک نداره هیچ کس از خانه خود برو برشده نمیتونه دیگه اینجا نرقم است که دمنی خانه مورن مردم را میگرن کاش از کوچه سرسرک از اونجا بگیره مردم مدخل خانه بشه یا خیلی سخته مو درگه خز برونچ میدی قلفون ملازو دیگه ملازو گسبا قلفونی در از برونچ هم سایز مو چرا قلفون تا سادیا یک دوره در از مو قلفون دیگه ما درگه به قلفونی دیگه امزو غیتا دیگه مو تا سادی دوره یک نفر دیگه صداش در نمیاد دیگه کلی گیمی ترشیشته دیگه می چون نگون که بازم خوب بچارگو تا ساعت 10-11 خوابن از وقتی بالمشه از ترس یکش گوشی دادیش چی بدی یکشی د 12 تا که یک چیز پیش بیل بخره دخد د شک دارم میگه دیگه از قدر دعا کن بلده از مو که یک ما نیستم بلده همه اینجی مهاجر دعا کن که همزی اینجی نجات پیدا کنه یا حداقل هم سازمان ملل یک کار کنن بلده اینجا شما دعا کن بلده همزی مردم دیگه از دیگه ویدیو رم طولانی نمونم دیگه یم یک درد دل بود قدر شما کدوم دیگه قدر دلم بخی میتر دمی روزا اگر رقم دلم بخی پارم شد دیگه بلده مردم دیگه چون دبین چیم کس که اطراف قدر دغم شنیه کس دبین چه دیگه قدر دلش مست دیگه بلده کسایی که مدرک نداره سوق سیل کنی که اولاد بغل ای دور مورن از ای دور بغل نه نو دور مورن به خاطر که نیم کارایش در نزدیکه میگه خیر یک 5 روز میجی بومنیم یک 2 روز میجی بومنیم شاید سفارت مور بخواه شاید هم سازمان ملل مور بخواه به خاطر رمزی مردم اینجا منده اگه نه که خواگم مردم اینجا نمیشه طولانی هر کس تو نک داره فقیر خود کشم نماره دیگه دائما هم زمان کنه که دلم زی مردم رحمش نه دلش دوال تلفای مردم بسته امروز دیگه که برده ده حتی می بچه خورد را زن و پیرزن را همه رو برده ده نظر می که اون مرقم ده گروهش داده امور که ما شنیدم دیگه بدتر جگرم خون شد بدتر دلم خون شد دیگه ما دوستان خوردم اینال پاش ده ساتای 4 ده دیگه ما دوستان خیلی لذت بردم دیگه کتون بشتم یاره لذت بردم اصل چه یک جای دیگه مو کار داشتی از اینجا ما میکم یک جای شش توپ دک منجی
یک صندلی مندلی بود گفتم بهش تک لازم زوستون موایش دیگه از بس که آده خانه من دا کورشون باباش هم اینی تقریبا یک ماه که نیه زوستون مگه لازم برام بردک اینا یک ماش دکی ها بچار گو دیگه هم تا ساعت 12 یک را دو را یاد خانه یعنی تا ساعت دو سرد قشنگ در بلیزمو بسته دیگه بعد از کو از منی از این بیگای روز یک لحظه ما خود مزدیش کردم برو مگلزا با چکچه مگلزا دختر مزدیش زیاد گرفتم برو مگلزا برو اونجا پس میری یا زاد دیگه ویدیو را زیادتر طولانی نمونم شما دعا کن که دلچی دمتی مردم رحم کنه می مردم را زیادتر اذیت نکنه دیگه انشالله که شما جور صحتمند باشین باز مو همراه باشین دیگه همون بریم اینجا یک دونه چقای پارگاه دیگه امیر در شما نشو بدید دیگه از زمستون اینجی در درخت چی قدر سرسبز نیه تابستان چی خوبه میت سرسبز دیگه روز باران دیگه یک روز درمیان باران دیگه از زمستون اونجا که از خیلی وقت حالا دیگه تقریبا 4 ماه دیگه یک دقیقه باران نمیده دیگه از زمستون نمیاد فقط تابستان باران نه دیگه بریم ببینیم یک دونه چقای پارک دیگه مو هم در اینجا کار داشتیم باز همین دعا خوردیم دیگه شما بیننده دی پارک باشین دیگه بریم دو طرف سر که نسخل دره باش شیر مخی؟ پارک‌ها از اینجا زمستون میخوان خشکه دیگه تابستان خوب سرسبزه تابستان چقدر گرم هم است آدم دبرو بیشتر نمیتونه فقط از برج چیز خیلی آرده بچه ماده؟ چی هسته او؟ چی هسته ای؟ چی هسته ای؟ توپ چی هسته ای؟ توپه؟ کی داد؟ کی هسته؟ بایی باید ما توپ کنم؟ این طرف بنداز طرف از ما دنیام هاوس شو بده که دی مجال او ما ویج نداره این خلوه دیگه دنظر من دو خاطر دیگه قدر دادی اهمیت نمیده یگان نفر داخل چه زاد افغانستان هم فصل پاییز این مرقم بلگاه میرزن تو خوشتم میا پایخ بلش ملی کر چه بشی؟ شما مارکو یک دست خواه بیدار ده نه ارقم میگه این مشت کار گشته دیگه نه
شو نصف شو بدك مار بیدار دادک ساعتای یک بود دیگه بیدار بود نه از خماریش میگم مامان اولی نخل قدید سکش دست ایش را از دوباره ایش را از اینجیت نمیگه مردن کبوتیش ده. خب بیننده های عزیزی هم بود ویلاک امروز نیز ما که ایج نمشود چند وقت بود که نه در خانه حرکت دادم شد یک ویدیو جرسنی نه در برو معاملات داشت من بلدش نشر کدوم از دیگه امیدواریم که از این برنامه خوشمنده شه ما را از حمایت های همیشگی فراموش نکنین لایک سابسکرایب کامنت یا چم نرزا باید اول مگفتم که خیر ادا آخرشم شما سهل کنید ما را حمایت کنین فرق نمونه انشالله که شما جور صحتمند باشین یکم درد دل کدوم قدر شما بخیم تر دمی روزا اوقات موقات از مو تلخه قدر بگیر بود دیگه میرم کدوم قدر شما بگیم شما بلده از مو دعا کن که مو همیشه در امان باشیم اینجی دگیرم دی پولیسو نه تا دمیز در اسلام آبادی دیگه انشالله که شما جور صحتمند باشین در هر جای دنیا که هستین نمیتر خوشحال باشین دیگه تا ویدیو نی بعد را شما در خدا یکتا میسپارم خدا یار نگهدارشون